if I were to encounter such a monster, I would likely be eaten by it. Because in truth, I am that monster. خب اول از همه کلیپمون آماده میکنیم و کلیک راست میکنیم، پیری کامپوزش میکنیم، تنظیماتش مثل نماشه اوکی میکنیم. برای این هم همینطور. بعدش میایم موشن بلورشون رو آن میکنیم و حالا باید نول آبجکت اضافه کنیم که کنترل شیفت آلت وای رو میگیریم و نول آبجکت اضافه میشه. اینجا میایم با کنترل شیفت دی کاتش میکنیم، اینجا کنترل دی رو میزنیم دوپلیکیت بشه، اینو میدیم اینجا، از اینجا کات میکنیم و با کنترل دی دوپلیکیتش میکنیم و بعد از اون کلیپمون رو به نول اول پرنت میکنیم، نول اول رو به نول دوممون. برای این هم همین کار رو میکنیم، این رو به این هم به این. خب بعدش نول اون رو سلکت میکنیم، با کلید اس اسکیلش رو باز میکنیم و اینجا اسکیلش رو زیاد میکنیم، حدودا همین رو فکر کنم کافی باشه. بهش کیفره میدیم و میایم اینجا کلیپ و اسکیلش رو دوباره 100 میذاریم. کیفرمون رو سلکت میکنیم، با کلید F9 ایزیزش میکنیم، میریم تو گراف ادیتور و گرافش رو اینجوری میکنیم. و یه همچین چیزی میشه. خب میریم سراغ نول دوم، اسکیلش رو باز میکنیم، میایم حدوداً 4 تا فریم قبل این، 1 2 3 4 جبش کیفره میدیم و میایم اینجا و میذاریم اینو منفی 35 و یه همچین چیزی میشه. سلکت میکنیم همشونو، کلید F9 میزنیم، میریم تو گراف ادیتور و گرافشو همچین شکل میکنیم. و واسه اینکه سیاه اینجا بره باید به کلیپمون موشن تایل بدیم که میریم اینجا سرچ میکنیم برای موشن تایل، مش میریم به کلیپمون و تنظیماتش هم مثل من بذاریم. تیکم میزنیم و اینم باید بگردیمش اینجا. خب و یه همچین چیزی میشه. خب اینجا کلیپ دوم و به قانونمون هم کار میکنیم، اس رو میزنیم و میکنیم 25، اینجا بهش کیفره میدیم، میایم اینجاها بذاریمش 100، سلکتش میکنیم F9 این گراف ادیتور و اینجوریش میکنیم. با نول دومش هم همینطور میایم اینجا اسکیل میدیم اینجا بهش اینجا زیرمی 115 و آخرش هم میذاریم 15، زیرمیش اینجا سلکتش میکنیم F9 و اینجوری. و واسه اینکه سیاه اینم بره میایم موشن تایل اینو کپی میکنیم با کلید کنترل C و اینجا با کلید کنترل V پیستش میکنیم و یه همچین چیزی میشه. خب کنترل A میزنیم همه رو
سلکت میکنیم، میبندیمشون. خب بعدش باید یه دونه ادجستمنت لایر اضافه کنیم که با کلیک کنترل آلت وای اضافه میشه. اینجا کنترل شیفتی پاکش میکنیم و بهش افکت وارپ رو میدیم. اینجا سرچ میکنیم وارپ و وارپ بهش میدیم و استایلش رو میزنیم فیش آی و فریم اول اینجا میذاریمش منفی 100 کیفره میدیم بهش و حدود 4 تا فریم قبل میان یورو میزنیم و میذاریمش اینو 0. سلکتش میکنیم F9 میزنیم میایم اینجا و اینجوری میکنیم گرافش رو. و همچین چیزی میشه. خب یه ادجستمنت لایر دیگه اضافه میکنیم و اینجاها کاتش میکنیم، از اینجا هم همینطور. بعدش میایم بگیریم به اولش دوباره وارپ رو به بینم میدیم، میذاریمش فیش آی و 0 میذاریم اینجا، کیفرم بهش میدیم، یورو میزنیم و آخرش میذاریمش اینو منفی 100 میاریمش اینجا، سلکتش میکنیم F9 و اینجوری و این همچین چیزی میشه. اینجا میایم پستش میکنیم و میذاریمش اینجا و انیمیشن هم یه همچین چیزی میشه. و در آخر اگر که میبینید که کنده، اگر هم که میبینید یه جوری کنده، میتونید بیاین توی کامپوزیشن ستینگ اینجا و این رو بذارینش 60 fps، اینجوری یکم بهتر میشه.